چونت میخوره میگه عقب جلو چون. دوباره این کسخل صداش در اومد. این دهنبندا رو به این خارکسان ببند. به یارو گفتن که یارو به ترکیه گفتن که تهران آلودگی هوا چطور؟ گفت نه میدونم بابا، من رفتم دیدم خجالت کشیدم، خیلی بی غیرتن. گفت چرا؟ گفت کورست زنها رو دو تیکی کردن گذاشتن رو این امسال به خارکسان که تکراری. خب چیکار کنم؟ من هر جلسه میام این سنده در کونه منی. از اون مال آخر سر درخواستی الان جدید داریم اینجا. مهمون خارجی اکا تو رو خدا پسر بچه کاجی های بابا. آره به کلاس پدرت ریدم. بگو به کاشی اومد گفتش که آقا محمد رو میشه. آقا محمد کیه؟ گفت پسر حسن آقا سیپک اونجا یک کله پزی داشت. گفت نمیدونم. گفت حالا یاد داره فکر. گفت حالا یاد اومد. گفت سر هر دو بریم. کاشی ها اینجوری هست. رفت رو کار شب ساعت 2 بعد شب. گفت اوه خانم قربون گوشت برم چه تایی شده. گفت آقا من 70 سالمه 60 ملائکم بیان درینی ببندن بازم گشاده. چی تایی شده؟ کیر تو عطا خورده. یکی دیگه هم کاشی میگم. کاشی هم بگم الان پشت سر هم میگم. کاشی کس بلند کرده هر چی گشت جاگیر نیورد. زنگ زد خونه خارج. گفت خان سلام چطوری؟ من یک کسی گیر مفتیده میترسم جای ببرم بیام خونه. دیگه گفت نه خدا شاهد من خارشوورم اومده خونه مو به داداش یه جای دیگه ببر. زنگ زد خونه داداشش. گفت داداش چطوری خوبی؟ یک کسی گیر مفتیده اگه میشه دری خود پس داره واکن یه فشار بدیم و بریم. گفت نه داداش ما بچه ها مدرسه اومدن هم خوان درس و معلم خصوصی اومدن من نوکر دم اون جای دیگه بکن خونه مادرمو. گفت مادرمو یه گاناست. خلاصه گفت خانم چه کنیم؟ گفت بریم حالا یه جایی. اومدن تو کوه داشتن راه میرفتن یه پستوی گیر میارن. یه مرتبه کمیته رسید. این کاشیه ترسید. گفت شما برو جلو برو. زنه رو یه 5-6 قدم جلوتر. کمیته اومد گفت اینجا چی کار میکنیم؟ گفت چه میکنیم؟ عقل سالم در بدن سالم ورزش میکنیم دیگه. گفت او کیه؟ گفت من چه میگم کس کوهیه. اون دید زنش گفت سدس. گفت نمیدونم فکر کنم حاملم. گفت ما بچه میخوایم چی کار؟ این یه نصف بچه هم خرجش مادرمونه گایده یارانه ها رو برداشتن همون دیگه. چی میگو یارانه کجا بود دیگه؟ پولی نمیره بنزین میزنی و 100 تومن یه گاز نداده کسکش آبست تموم میشه. بچه میخوام چیکار کنم؟ تقصیری من نیست 2 ساله بهت میگم بابا یه کاپوت نو بستونی خراب شده. تعزیه هست در قوم. تعزیه نه اون نیست اشتباه نکن. هر سال یه مدل نمیگیم. تعزیه جدید داریم. ما که یه مصیبت نداریم که آخون به شیخ شمس گفت با یه روزه جدید بخون. میگه آقا ما چی بگم؟ برم بگم لب دریای خزر دم آب آقا رد میشد تیر خود بگیر. گفت یه مصیبت دیگه. ولی جوک و این حرفا که نیست دایرش بازه. به کهکشان میرسد. سفزن تو قفقازه. میگم شوهر خواهر تو اهوازه. بابات به یه همچین کسخلی مینازه. بسه خارکست من خودم 6 تا پروین تصاویری کردم. تو واسه من تیکه میام بدبختی رو بعضی تا دقم بیا مردم گوزید بگن لال نمار.
این خارکسته میدونی چیه که آقای فتوور اینقدر این مرغ پاکوتا میمونه، تخم مرغ اکیونش بیفته نمیشکنه. پاشو ببیننت. به عشق آقا امیرالمومنین 110 سانته. ای کاش بابات اون شب خواب مونده بود، تو سنده رو پس نمینداز. آخرین قالب خدا بود آقای فتوور. خدا این قالب که زده بعد شیکونده گفته من ریدم، خلق نکرد دیگه لنگه این نزنه. خارکسته صدا داره بود برای ما. پاشو وایستا ببینن که بابات به جایی که آبش بیاد گوهش اومده. یه زر نزنی چوندا. نگاه کن صلوات برفه. دیگه تو جوک میخوای چیکاری؟ همه کسخل داری. حضرت عباسی توپن. بگو کیرم تو دهنت بهش. وای ننه گرده. چی گفتی هاش داداش؟ برادر بزرگ مایی، سوار گرز مایی. خب تزیه بود، بعضی ها میگن شبیخانی و لا اله الا الله. قومم مثل الان نبود که بیابون ملا، الان شده استان، هر کسکشی اونجا باز خوش مرجعیتی زده. قدیمی مرجع تقریب میشه. یارو آخونده با آخونده گفت، آخونده با آخونده گفت از ما کسخلترم هست؟ گفت بله، اونایی که به ما میگن التماس دعا. والا اینجوری نبود که مثل الان نمیدونم تهران پایتخت این مملکت مونوریل نداره، قم داره. آخه این خارکسته از خونهش تا مسجد اعظم که میخواد یه ضرب از زیدون کنه شاید 17 ثانیه باشه. آخه این کسکش مونوریل میخواد چیکار؟ ولی چه کنیم؟ پایتخت علمی فقاهته. تو قم تزیه بود و یه بیابونی پیدا میکردن، تیرک‌های عظیمی میزدن، روش چادر میزدیم تا پایین، خیلی قشنگ دورش میشستن، شبیخونی اون وسط. یه رئیس هم داشت، هنوز عمومیتی هست، خیلی بددهن. آجا یعنی راه میرفت فوش میداد، مثلا یارو میگفت سلام علیکم، سلام علیکم پدر کسکشت چطوره؟ نه جندت میکنه. حالا آبجیت چطوره؟ قربون کسش خار خوبی داشتی و خودت چطوری؟ کیرم تو رو پدر کسکشت. هم این سلام علیکم عمومیتی بود، حالت عادی، نه الان سر حاله، حالت عادی. این رئیس تزیه بود، یا به عبارتی رئیس هیئت بود. الان رؤسای هیئات اینجا زیادن. عرضم به حضور انور یورتون به این که بلا ما به کیرمون میگیم رئیس. با یارو مصاحبه کردن آقای فتوور، گفتن به کی رأی میدی؟ گفت به کیرم. گفت خارکسته تو را صدا و سیما جمهوری اسلامی یقش گرفتن بردنش پیش رئیس دادگاه. گفت کسکش خجالت نمیکشی؟ این صدای یک ملت، صدای ملی است، اعدام کار تو هست. این هم سرش همجوری پایین بود و گفتش که دفاعیه‌ای داری بگو، چرا گفتی به این رأی میدم؟ گفت اولا در مسیر انبیاست، انسانسازه. دوما از رازقامتان تاریخ. سوما بچه که بوده سرش برای اسلام داده. چهارما من اینو میشناسم، از بچگی با من بزرگ شده. شناخت. رئیس دادگاه گفت رهاش کنید، من هم به این رأی میدم. این که وضعیت جوی قم کویر مانند و هوای بسیار گرمی دارد.
در کنار این چادرها قده‌های گلی میزدن. اگه یادتون باشه قدیما تو قم بود که از جهتی که آب توش خنک بود یه تراوت نمی روی این قده هم میزد که پایینش هم یه لیوانای آویزون بود که همونجا آب میخوردن. اینو میذاشتن بیرون چادر که تو به احترامی نشه. تعزیه اون روز هم تعزیه آتش و شروع شد. اومدن پیش عمو مهدی، گفت چی شده؟ چرا اینقدر حرارت داری؟ گفت والا شم میگن آپاندیسش اوت کردن نمیاد. گفت ای کیرم به کس زن شم، کسکش حالا به من میگی من کدوم زن قبل جا شم بذاره؟ ای حالا تعزیهم شروع شدن. هم گفتن آها یادی مفتید یه یارو بود حسین شمری بود تو قم، قیافه خیلی بدی داشت ولی بهش گفتن حسین شمر. الان هست میگن بعضیا این قیافش چیز بود ولی خب یه حالت شکلن حسین شمر. این ولی خیلی رقیق القلب بود و دل نازکی داشت و تا اسم ارباب میوردن این خیلی دل شکسته بود. این رفتن اووردن و عمو مهدی نگاه کرد گفت راست میگه قیافشون به شم میخورن. این کلاخود و همه اینا رو گذاشتن و چیزهای پرای قرمز و خنجر و چاقو و قیچی و دستمال و همه چی، نیزه، شمشیر. آقا اومد نگاه کرد اونجا یه پارچه سبزی هم آویزون میکردن که چهره ائمه رو چیز نکنن. پشت این چادر یکی شروع کرد خوندن. این وارد شد همینجوری همه گفتن اوه شم رو این چه قیافه و ترس و وحشتی هم رعبی مابین مردم میافتاد که این عجب قیافه نخراشیده و نتراشیده ای داره. از اون پشت چادر سبز صدا برسید به طفل بیگناه من تا این خوند وقتی دیدن شم عمو مهدی پا چادر گفت کسکش شم گریه کیرم به کستنت مردم همه دارن نگاه میکنن زن قبه خنجر بکش با آقا حمله کن. یه مرتبه حالش جا اومد و دید صدا از کجا میاد کیه؟ دوباره از پشت چادر به طفل بیگناه من قطره اسم قطره که اومد دوباره شم از پشت پرده و عمو مهدی گفت کسکش کیرم به کس خار کسکشت زنت گایدم دیوس خنجرت بکش چرا تو سرت میزنی مردم دارن هر میخندن کس تعزیه همه باید گریه کنن مادر قبه کسکش خدا میدونه به اینور زنت میگم. آقا یه وقت خنجر کشی چشش میخورد به این سبزه همه حرارت و آتش جنگش میخوابید. دوباره خنجر میده سر جاش به این نیزه تکیه داد و دوباره به طفل بیگناه من قطره آب تا اسم آب من حسین شم خنجر رو ول کرد زد تو پیشونی آقا. عمو مهدی از اون پشت گفت کسکش ریدی تو ترس خدا نکنه پات بیاد این ور ننت میکنم چون پدرت کسکش. یه وقت شم خنجر کشید گفت آقا جانم قدر آب پشت چادره هم برو خودت بخور هم به بچه‌هات بده اگه عمو مهدی هم ارزد خودم خارج شد. علی القوم الظالمین فسیعلمون الذین ظلموا
ایمون قلب ینقلبون لا اله الا کشور کاملا اسلامی، مملکت همه داد دین و تقدس میزنن. الله اکبر. گوشه عزادارم. چرا؟ لا اله الا گوشه ماتم زده. نگاه میکنی عده‌ای در عین غم و ماتم بشاش. چرا؟ به دلیل اتصال معنوی خدا. این کنسپت و این وحی و الهام از طرف اونه. یه لحظه ثانیه ارتباط معنوی پاره بشه خارت گاییده. لا اله الا خدا شاهده. در بعضی از روایات و احادیث در کتب مختلف من نگاه کردم بعید العهد بودم. چجوری اینجوری میشه؟ پاره میشه، گسسته میشه. لا اله الا این کشور نخاله داره. کجا؟ میگم برات. ای اونایی که دامنا میاد بالای باسنات، ای اونایی که شلوارا میاد زیر زانوهات، ای اونایی که یقه هاتون بازه رو ممه هات، ای اونایی که ماتیک میمالین رو لباتون، ای اونایی که فر موجه میزنین به موجه هاتون، ای اونایی که خط چش داره دور چشاتون، اونایی که سایه چش داره زیر ابروهاتون، ای اونایی که مثل قلم میمونه کمراتون، ای اونایی که ای اونایی که زمرد میزنین به چوچراتون، ای اونایی که نیمه های شب قلب میخورین با دوز به ذراتون، همه ناله کنه یا مالو هرکی حاجت داره گرفتار آیاش میبو من ناله کن. آدم میمیره براتون، آدم میمیره براتون، آدم میمیره براتون، آدم میمیره براتون. عاشق حسین بشه فداتون، قربون بشر کزا. هر
هر کی ناله نکنه انشالله کیرش راست نشه. امان خدایا ما رو ببخش و بیان. قرضمندان اضافه، مریضان اسلام پیاده، به دکتر مفرست. خدایا ما رو آمرزیدی از کرمت، نیامرزیدی به کسکشی میافتی. لا یستوون، اینطوری نیست. ما اهل خدا و دل و ایمانی، ما را با یه مش کسکش یهودی یکی کنی معاذالله. اونا برن جای صفا، ما بریم جای دوتا قزوینی خیلی اعمالشون کیری بوده، کودک نواز بوده. این خارکوزا مرده بگو بگیره. حال بدین به جلستون، هرچی میخوام رهاتون کنم میبینم این حال حیفه. من شهر اینو زیاد منبر رفتم اما این حالو نداشتم. یارم مرم ضعف بدنی، خدا میدونی من راجع به کس ضعیفم، طاقت ندارم، نمیدونم دمال مونه. اگه کس گرون باشه قسطی میدم، ادونی از دجب لگو. یا الله یا الله، خدا این دوتا قزوینی رو فرستاد ته چاه فکر، اژدهای دو سر، گفت مادر اینا رو بگوی. یه هفته ای گذشت کجا قاری سفیدا، محاسن زبید زیاد میبینم. انشالله کیرتون جلوتر از شما نمیره. رشتی کیر جو میزد تو آب، شب ساعت 1 زنش گفت چرا اینطوری میکنی؟ گفت میخوام ببینم پنچر نیست. یه هفته ای گذشت، نامه اومد از جانب بالا، برین یه ضربه این دوتا بنده خاطی بزنید. یه نماینده رفت ته چاه وی، دید یه قزوینی کون اژدها گذاشته. یه قزوینی همه دست به سر اژدها میکشه. میاببم تو دوتا سرداری چرا دوتا کان نداری؟ نمیدونم رهات کنم یا نکنم. ترکه رفت رو کار، دختره گفت اختون که شیرت کلاب شده. گفت ببخشید هرچی گشتم کاپوت گیر نیاوردم، لیوان گذاشتم. ترکه تلمبه میزد، زنه گفت پاره کردی کسکش در بیاد پاره. چرا آبت نمیاد؟ گفتی شب دو تا زنده کردم، پول ندادم، آبمو قطع کردم.
رشیه اومد خونه دید زنش ناراحته. گفت چرا ناراحتی؟ گفت بابا خجالت نمیکشی این خانه رو عوض کن بریم. گفت چطور میگی؟ گفت این حسین آقا بقال هر موقع مرا میبینه میگیره مرا میکنه. گفت این کس خودی تا حالا 3 بارم منه کرده. در زمان اون علیه و علیه مرحوم شاه خائن مثل الان نبود که اون موقع صدای رادیو 2 تا بود، یکی صدای یکی صدای 2. الانه که 50 تا صدا داره، صدا همگام با ورزش، صدا نمیدونم معارف، صدای کونی‌های مقیم تهران، صدای نمیدونم ابنایی‌های از قم آمده به تهران، نمیدونم یادم افتاد رشتیه با ترونیه دعوا شد. ترونیه گفت خرته میگم، ابجیته میگم، ننته میگم، غلطه میگم، زنته میگم. رشتیه اینجا اوه تو چقدر شهوت رانی. اوه انقدر صدا نبود که، صدا بود، صدای یک، صدای 2. صدای یک که خب مؤذن زاده اردبیلی اون از آنی که گفته آثار باستانی، آثار فرهنگی چی موند. و صدای 2 هم یه خانم بود به نام خانم روح پرور. یادتون حاج محمد آقا خانم روح پرور؟ شما نبود؟ پس داداشت بوده. پس اینجوری که معلومه موهاتو هایلایت میکنی. میگو لوره رفت سلمونی 4-5 تا اینجاش مو داشت. گفت قربانت برم دورش آلمانی بزن کفش هم یه تی بکش ما بریم. اینجوری نبود. یه خانم روح پرور بود خیلی سنگین، مثل الان که مثلا عجق بجق نبودن که خیلی لباسای شیک می‌پوشیدن. و این سبکم داشت بر حال زارم. این سبک خوندنش بود و شعر قشنگی هم چیه تو که اون که موبایلش روشنه. یه بار دیگه بود. کی بود؟ مرده رو 3 بار میشورن چون گوشن. نه کی بود؟ فامیل ما شدیم ما نمیدونستیم. بابام گفت یه دخترم ریدم بهش دادم به این کسکش. یه کسی پشت دستگاه بود، دستگاه افکت، صدای 1 تو صدای 1، صدای 2 صدای 2. این آقا خوابش برد، قاطی شد. خانم روح پرور با صدای مؤذن زاده اردبیلی قاطی شد. هاشمی کره به دل به کار بده کیرم تو موبایلت. خب بعد که میخوای بخوری که عنی میشه خار کس. برانی میشه کانی میخوری؟ شد. یعنی اون مسئولش خوابش برد. صدای خانم روح پرور با مؤذن زاده اردبیلی قاطی شد. چی در اومد؟ این میشه. اکو ایست اکو بده. بر حال زارم الا الله اشهد ان لا بدو بیا دوست دارم نازنین من عشق منی جون منی ساز منی
نازنین دل روح منی جان منی عشق منی سوز منی ساز منی راز منی میمیرم برات حیا علی الصلاة حیا علی بدو بیا جان من روح من ناز من جسم من الا الله